فکر کردم هرچه غم و درد و غصه هست ریختن بالای من، اما یک حس خوبی هم برای من دست داد هنگام دیدن مجسمه ای که زنان میتونن با اتحاد قوت همدیگر باشن. هم گل لاله و هم گل بادام یک نمادی از درد و رنج زن افغانستان است. نظر من میتونه که یک راهنما و راهگشایی باشه و راه را باز بکنه برای دادخواهی برای زنان افغانستان. نمادهایی که در این مجسمه کار گرفته شده میتونه که به نظر من خودش یک نوع دادخواهی برای عموم زنای باشه که قربانی تجاوز جنسی هستند یا دیگه خشونت ها را در کشورشان تجربه میکنن. زنایی که خودشان قربانی خشونت جنسی هستند باید آگاهانه و با اتحاد بیاین مبارزه بکنن در برابر این مشکل بزرگ، در برابر آپارتاید جنسیت.